سلام علیکم آقای درویش. و علیکم السلام جناب، خوب هستید؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستین؟ سلامت باشید، جور باشید. آقای درویش میخوایم که از شما پرسان کنم درباره از خودونچیم، درباره زندگیشیم که شما از کجا آمدین، علمشیم، چه قص خواندین، تا چی حد را اور میخوایم امیر کس شما کنجره بینندگاه های از مون کس کم شیر کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. من پیدایش من دیگو دیهات شده گاو که موقع شما دیگو محلی گاو دیگو دیهات دیگو دیه شده. دوران بچگی خوب ریزه بودم، 3 ساله بودم، 2 ساله بودم. ما نعمت مادر و پدر کسی چکار شدن رو شد. اول مادر رفته، بعد پدر رفته. چیزی در یاد از من نیست. یکو ریزه یک دو نمونه مثل خاوری شاید از کارهای پدرم در یاد آمده باشه. یکو ریزه چی شاید از مادرم در یاد آمده باشه. شکل از من در یاد از من نیست. شکل مادر از من شیرنگه بوده، شکل پدر از من شیرنگه بوده. وقتی من خو آقای درویش بس شما را کس پرورشیم کی کده؟ من میخواست که فهمیدم که ولی من یه چیز فهمیدم میتونم. یک پیرزن ما اون را امه گفتم ولی سر از ما او بود. یک عجیب بود. من دیگه خدا علا کجا بود، از کجا آمده و چی شده بود و بعدم خوشکم گفت از من. خیر ما خذو زندگی میکردم تا چند سال، 1 سال، 1.5 سال زنده ما خذو بودم. زنده ما بار پرسان میکردم که اما بابی از من کجایه بود. بابی تو کستا یه جای رفته، تا سفر رفته که دیگه واپس نمایه بسر ما خوریزه بودم دیگه بس بود نره. بعد من پرسانم میرم میکردم که اما نانی از من، مادر از من کجایه. اونا جوابش می بود که مادر تو پیش خدا رفته. دیگه چیز نمیفهم. تیر شد، آجای از دنیا رفت. هیچ وقت آجای برای از من ایره نگفت که تو برار. صرف یک جمله من همیشه میگفتم بچه‌م تو خود تو میدونی مادر نداری، پدر نداری، پدر نداری، مادر پیش خدا رفته، پدرتون دیگه سفر رفته دیگه پس نیست. منظورم اون بود دیگه. اور تو برار نداری، خوار نداری. یکی تو مامای داره، کاکای داره، نداره. ایر بعدم تو باید خبر شدی. مالی تو یه چیز گفتنی نیستم. آجای بیشتر سنبال میکرد مرا دیگه. تا که آجای از دنیا رفت ما مجبور شدیم دیگه. کس نداشت. یک لاوارث انسان چیکار میکنه؟ یک لاوارث بچه چیکار میکنه؟ مجبور. خانی ازو برو کار کو، خانی ازو برو مزدوری کو، خانی ازو برو مزدوری کو. تابستان ما که ما بهار که مشود، گرمی ها که مشود، 3 ماه تیر ماه که مشود. آمدم دی دو مثلا دیهات که سر خانی کو بنده خدا مزدوری میکردم، چوپانی میکردم. مالای از اون گوسفند داشتم، بوزا داشتم، نرده بیا وانا دیگه باشه و بر اونجا هست. الا فیدی بس شاویه پس خانه همیتر تیر شو. 1 سال زمستان چی بنده خدا کسته کم چی رحم آمد. گو کرولای اکبر نامی گو شخص اونجا بود. مولا نبود لیکن لیکپادا بود. تو برو پیشم از قدم از بچه کسی میشه قرآن یاد بگیر. من یک زمستان رفتم پیش از قرآن یاد گرفتم. اون سال زمستان من قرآن یاد میگرفتم. اور بهار تابستان 3 ماه دیگه 9 ماه شد. تا این 9 ماه قرآن زیاد مرو. سال دیگه بازم برو قرآن یاد بگیر. میده تیر شد. یک 2 سال همین تیر شد. 13 سال ما از پیش از یه آدم رفتم. از خانه از آدم بدرشم چون زیاد تنگ میکرد مرا. تپ میکرد، میزد، دو میزد. در خانه یک بنده خدایی دیگه رفتم. او هم گفت بیا میشه کار روزگار از مو کار کو خیر. پیش از اونم آموزداریم رضا بچه ایم دیگه. نه مادر نه پدر هیچ کس ندارم. مجبورم دیگه پناه برم برای که شاوی جای خود داشته باشم و روزم یک لقمه نان نصیب میشه. برای خورده یک لقمه نان نصیب میشه. خیر او آدم چه کار کرد؟ او آدم مرا رای کرد پیش یک بنده خدای دیگه. برو پیش از تو لیکایی یاد بگیر، خواندو یاد بگیر. قرآن خو یاد بگیر. او خواندو یاد بگیر. زمستان می کار میشد. من پیش از بنده خدا یک زمستان کتاب خواندم. بعد از تیستی مسئله اصول دین پیش آمد. من یک بیماری دارم. این بیماری از بچگی ما بود. این بیماری چیه؟ ایه که تا که اون گفت اصول دین 5 ما کس آوازم بدر میشه. چرا 5؟ چرا 6 نیه؟ چرا 4 نیه؟ چرا 3 نیه؟ چرا زیادتر نیه؟ تمام خوردم ولی از کار کلو چپ خوردم. او بابا اصول دین 5 چی اول توحید چیه؟ خدا یک است. خب اگر دوش چیکار میشه؟ اگر بیشتر شو چیکار میشه؟ اوری خدا یک در کجا هسته
این مشکلی از من، این بیماری رو ما از زندگی خود داشتم. همیشه جگری از من قد ملای مکتب یا قد آخون یا قد ملای محل یا قد پیش نماز می بود که خدا چرا یک است ورده کجا است. خیر تیر شد. از این جای ما بالکل این گاو را، این دیهات را، این دین ما ایله کردم. یک رفتم دیگه دی رفتم. دو اونجا ما میترک بنده خدا نصیب از ما شد. خیر آدم خوب بود، سر آدم خوب بود. یک 5-6 ماه که من در خانه زنا ماندم، یک روز همین شیشته طرف از من توخت گفت تو برای از مزدوری، برای از چوپانی، برای دیقانی، برای از بدبختیات تو پیدا نشدی، برو بخوان. او چی بخوانم؟ اسکول خو من رفتم نمیتونم، اسکول من برای توانش ندارم دیگه، صلاحیتش ندارم. گفت نه اونجا که ملا است برو پیش ملا بخوان. من پیش ملا خواندن رو شروع کردم. یک مدت نالایق بودم برار. خوب ملا رو ما پیش رفتم، یک کتاب بود و کتاب رو ما رو میدادم، گفت میره تو بخوان. نصاب بود، نصاب سوبیان معمولا داری مرکزای دینی چی سنی خوانده میشه. ابتدایی کتاب است، لغات عرب را به فارسی در صورت شعر، در شکل شعر و شاعری ترجمه کرده که یعنی لغت عرب یعنی عربیش اینیه، فارسی ازی یا دری ازی اینی چیز میشه، آزرگی ازی مثلا اینی چیز میشه. خب این ما صبح که از خانه بدر مشتم مردم جو کود گاوه دیگه دیهاته مردم پای کومی ششتم تا جمینانی شاشتم. من دوله این نظرم یاد گرفتم، چون قاعده ای بود که ما رو باید زبانی یاد کنم، او رو ما زبانی یاد نمیدونستم. این بسیار سختی آمد یاد کردم. خیر استی پیش آمدی از این جایی که بنده خدا کسته مدتی او نصاب خواندم، باز یک شهر همسالا شد دیگه شد. از اونجا بسا کستم پیش یک مولای دیگه رایی کرد. در پیش از اون مولای دیگه من که بهش کتاب خواندم، اونجا تازه ما فهمیدم که بایی من علایق نیم. این استاد که در عمر سبق میگه این استاد کمزوری داره، چرا که استاد اولی کمزور بود، دوم استاد رو که ما پیش رفتم کتاب رو شروع کردم، این استاد لایق بود. ما یک ماه پیش از خواندم، بعد از یک ماه بچگی دیگه بدبختی ما بانم خیلی دیگه بچه جنگ کردم. زدم سر مرزول بیشتر میده کردم تا پور از خون. بعد من خبر شدم که بچه کلان نمزی دی، کلان نمزی قریه یا کلان نمزی جای است. دیگه بچه ما رو گفت اگر تو اینجا بمونی تو رو مکر. از اونجا ما تو طاقت برو بخیر. بازم دیگه دی. سرانجام آخری کار از ما چی شد که ما از دی از کو تا شدم من شهر. اصل زندگی از من از این شروع شد. از من شهر شروع شد. من که من شهر تا شدم دیگه من شهر برار ما هیچ کس نداشتم، پدر نه، مادر نه، شناخته نه، دوست نه، رفیق نه، هیچ چیز نه. مجبور بودم باید در هتل کار کنم. یک زمستان در این هتل کار کنم، دیگه زمستان در هتل کار کنم، یک چند روز اونجا کار کنم، یک ماه اونجا کار کنم. فقط برای چی؟ برای کوره خور برم. برای پر کردن نان کوره. سختی‌ها، تلخیات زیاد دیدم. زیاد. خیر اول کار که من در شهر کردم می بود که ما تاشتم پرسان کردم، مسجد رفتم نماز خواندم، از پیش نماز مسجد پرسان کردم بیجان اینجا برار نه حاجی آقا همینجایی بودن مسجد مدرسه هست، مدرسه دینی بود است. رفتم دو مدرسه دینی کی سلام علیکم و علیکم سلام، مدیر مدرسه پرنسپل مدرسه کی فلانی رفتم پیش از حاجی آقا ما یک چند ماه یا مثلا یک سال کمتر اینا را قرآن یاد دارم، کم فارسی هم یاد دارم، عربی هم کج نکوج کم و بیش یاد دارم. یعنی خود مثلا گرامر عربی فلانی کتاب رو خواندم. شما مرا لطف کنید از مدرسه خوب جای بدین، داخله بدین، چرا شنیده بودم که مدرسه هم نان میدیه، هم پیسه میدیه، هم جای میدیه. او برای یک آدم غریب، یک آدم لاوارث دیگه خودی بهتر چیز پیدا نمیشه، نعمت پیدا نمیشه دیگه برای از من. واقعا باشایی بود برای از من. لیکن پرنسپل مدرسه بود برای ما اینجا هر کس رو جای دادن نمیتونی. تو یا پدر تو، یا تاته تو، یا مامای تو، یا یه گوش شناخته تو باید بیایی تو رو شکار کنه، ضمانت کنه. ما نمیتونی تو هر چی که زاری کنید نه نمیشه. یا یگو آجی کربلایی از اینا یگو بنده خدا رو بیایی تو رو ضمانت کنه. خوصی رفتم دوباره مسجد رفتم نماز خواندم و اون جماعت رو بیشتر پیش نماز مسجد رو زاری کنم بیایی تو رو ضمانت باری صبح. اون که آمد حاجی آقا گفت که پیش نماز رو گفت شما ضمانت منید؟ گفت نه. خاتم شد مدرسه دیگه داخل شدن هستمی. 12 سال دیگه بازم بیشترگی از من شروع برو خزو ټیکدار کار کو. یعنی روزایی رو من تیر کردم. اگر من چاشت نان میداد 15 روپیه مرا مزدوری میداد، اگر نان نمیداد 30 روپیه میداد. نه 30 روپیه هم نه، او یه گودن دلسوز مرا 30 روپیه من ریزه بودم 20 روپیه 15 روپیه ما در روز کار کردم، 10 روپیه ما در روز کار کردم. در عمر چند سالگی که شما کستا مزدوری میکردن؟
من از مو تقریبا از 2 سالگی، نه 2 سالگی کس نمیتونه، 3.5 4 سالگی ما که چوپانی موپانی و می ریزه گوسفند شگون گوسفند را بزار امینا را سنبال کو. ما تقریبا تا 9 سالگی خودم مزدوری کردم. البته در این بین کم خواندم داشتم، یعنی تقریبا هنوز جوان نشده و نزدیک جوان شده بودم ما مزدوری میکردم. خو آقای درویش شما کسا بس آخر داخله کسا چرنگا ملاو شد؟ خو یا شما مدرسه خواندین نخواندین؟ دارم میره گفته راییم بله مزه شعبی دارم مورم. خو ما پیسه نداشتم، ارادی از من این بود که از این شهر ما بدر شدم، از این شهر باید بدر شدم. من میتونم که از او دیهات بدر شدم، در دیگه دیهات رفتم، از او دیهات دیگه دیهات سرانجام من شهر داشتم، از شهرم باید بدر شدم یکو دیگه یا یکو ملک دیگه یا یکو شهر دیگه باید برد. چی؟ برای خواندو. اول ما شوق خواندو نداشتم، ولی او بنده خدا هر کس که بود من دیاد منی است بنده خدا بود خلاص. او همی خود من گفت بچیم تو برای خواندو پیدا شدی، تو برای ازی مهنت مزدوری ازی بدبختیات تو پیدا نشدی، تو برای چوپانی پیدا نشدی، تو برای مثلا کسانی پیدا نشدی، تو برای مزدوری پیدا نشدی، تو برای خواندو پیدا شدی. ولی از کجا فهمید مرگی جمله رو تو برای خواندو پیدا شدی؟ او را من گفتم من نه پدر دارم نه مادر دارم نه وارث دارم نه کس دارم. چطور؟ تو برو خدا کریم است، خدا راه را تو رو نشان میده، خداوند طریقه را برای تو نشان میده، تو رو یاری میکنه، تو رو کمک میکنه. برو بخوان. خیر ما هم تمام ذوق نمیبود دیگه، بنده خدا گفتم بود دیل از من شش بود بچه بودم دیگه باید برم بخونم. خیر آمدم کار تقریبا من 2 سال کار کردم. بعد از 2 سال جناب مسافر ما چه خواست پیسه پیدا تانستم 1500. 2 سال کار کردم 1500 ما پیسه بچت کردم، پیسه جمع کردم. ولی میخوایم قضیه 1500 دیگه ملک برم یا دیگه شهر دیگه برم. بعد میگم بنده خدا مسافرخانه شش تا بود، گفتم ما میخوایم مثلا فرض بفرمایید ما ایران میخوایم برم، مرکز دینی ایران دیگه اونجا برم علم حاصل کنم. یک آدم 6 تا بودم اونجا. تو از پیش چه کار میکردی؟ ما قصه خودم که نیتر تو طلبه تو باید نمیجی بخوانی مدرسه است. ما دو مدرسه رفتم اونا مرا قبول نداره بود باری ما هم برم تو. آدم آمد هر کسی که سید بود اما ما هم داشت، یعنی خود ازو طلبه بود، خودش یعنی این بود. آمد زمانت کرد مرا با قاعده مدرسه داخل کرد، من شروع کردم درس خواندم. در دوران درس خواندن دیگه مشکل برای از ما باز اضافه شد. تعال رو خودم گفتم اصول دین چرا، خدا چرا اصول دین 5 چرا کم نیه، چرا زیاد نیه، خدا کجای، خدا چی. مدرسه هر چیز که درباره خدا بود، درباره خدا شناسی هر چیز در کتاب، چه او در اردو بود، چه او در فارسی بود، چه او در عربی بود، ما جمع کرده اینا رو میخواندم. چی شده بود؟ گمشدگی از ما شده بود خدا، یعنی ما پس خدا گشته رفتیم. خب مثل همه مردم ولی هستن از پشت خدا گشته رفتن که خدا پشت خدا گشته رفتن که خدا در کجا هست. گمشدگی از ما شده بود خدا. بعد می این نتیجه رسیدم که بایی خدا تنها گمشده از من نیه، خدا گمشده پورا عالمه. خیر تیر شد آمد مدرسه دورانی تحصیل ما تمام با قولی متعارف فارسی چی موقع بشم خدا خبر فوق لسان ایمه شدم، یعنی خان تمام کردم دیگه. مدرسه پدر شدم، روزگار زندگی زن بچه پیش آمد، زن گرفتم دیگه شدم بنده خدا. خوب رایش رو جور کردم، خانه زندگی از مدرسه برشتم دیگه. 1 سال کامل ما جز گریه هیچ چیز نداشتم. چی شد؟ من که یک تقریبا بیش از 14-15 سال ما خواندم، با قولی بندگان خدا که است ایمه کردم یا فلان کردم میخواست بال مدرسه اصطلاح دارم که سب تمام. از این اولی گرامر عربی و کتاب به نام همسالای از اونجا شروع نه تا آخری کتاب کفایه 2 جلد است، بسیار سخت علم است. کفایه علم وضو بسیار سخت است. این آخری کتاب است که خوانده میشه. از او پس اگر کس میخواد مزید پیش بره او باید بره دیگه جای دیگه او عالم دین میشنه و لکچر هم دیگه باید گوش کنه دیگه، کتاب خواندن نیه، گفتش لکچر دیگه. خیر خب آقای درویش 1 سال مسلسل وجه گریهشم چی بود؟ وجه گریه می بود برار که ما کوالی شدم با قولی متعارف ملا آخون. اما چه کار کنم؟ پیش نمازی اگر کنم ما تو کنم هر مسجد حد اقل 3 دنه پیش نماز برای زود صف است یا کیش بوره دیگه بخیر دیگه شبایا. مگر روزه خان شنم باز بچگی یک مشکل گلونی از ما پیدا شد، روزه خواندن نمیتونم، عالم روزه خواندن نمیتونم. مگر بخوایم روزه بخوانم از یک دیگه گریه کنم خود از ما زر طرف میشه، روزه خواندن نمیتونم. خیر چیکار کنم؟ ما پیش نمازی خو نمیتونم. البته یک دیگه حساب کتاب هم داره که ما چرا پیش نمازی را
اشی گریزان هستم یا فلان از عواقبا مثلا ملا شدو مچر گریزان نمیخوایم اما ولی سر خوب بریم مثل دیگه و طلبه ها و عبا بکشم اینا از خود یک دیگه ایلتم داره و وقت چنیه گفتون چه خیر گریه از ما ای بود که ما 14-15 سال عمر از ما ضایع شد. ما چی شدم؟ ما چیزی که حالی ما جور شدم دهها صدها مثل از ما ریپورتا ما چی جور شدم؟ چی موشه؟ یک مسجد اگر ما بخوایم اونجا برم پیش نماز جور شدم دادنی دیگه اونجا هستم اگر نموشه دیگه برحال چیکار کنم؟ از یک طرف کلان مشکل از ما همی هسته که ما پس خدا در اوگشت راییم پس خدا میگردم دیگه خدا کجایه؟ مطلب شما که 14 سال خواندین در مدرسه خواندین سب تمام کردین خدا میلاو نشد؟ بالکل نشد برار بالکل خدا میلاو نشد هیچی که در این سرگردانی از ما اضافه شد. چی رقم اضافه؟ به این خاطر اضافه شد که او زمان خو ما فکر میکردم و گفتم شاید پیدا کردن خدا یک کار آسان مسئله علم پیش آمده مسئله علم که پیش آمد پیچیدگی زیادتر میشه برای از ما پیچیدگی زیاد شد که ما از کجا چی رنگه چرا در آیات قرآن مفهم خود ما مفهم بالکل قرآن را خوب صحیح میتونم ترجمه کنم عربی را خوب صحیح میتونم ترجمه کنم عربی را مثل زبان مادری خود خواندن میتونم خوب فهمیدن میتونم آیات قرآن را که ما میخوانم و روایت ماشاءالله یال د میکل معاشره از موم کستا بسیار علمایا عربی مفهمه قرآن را کستا هم مفهمه ترجمه هم میتونه خب باز همون 14 سال صف تمام شما کستا و از اینا که علمای از ما خواننده آمدن خیلی مفهمه اصلی پریشانی از ما اونجایه که یک از که ما خواندم همین چیز را که ما خبرم خود دیگران هم خبره کلام قصه چیزی که مرا زیاد رنج درد میداد برای از ما سخت بود دشوار بود ای بود که بندگان خدا که خوانده تا اینا چه کار تنسته که ما هم خود بلی از اینا اضافه شنم یک کار بهتر اینا خود تعالی خودش کار نتنسته ما چه کار میتونم بکنم نه ماشاءالله علمای از ما برای معاشره برای اصلاح معاشره کوشش های قدره ای هستن این حالی که شما کسا 14 سال خواندین جواب از ما باز مر میلاو نشدن که شما 14 سال خواندین و سفر تمام کردین 14 سال بعد کسا شما یک سال مسلسل که از ارسی بعد شما گریه کردین خالی این وجه گریه شمشی بود وجه گریه از اون باز امور دوباره تکرار مونم ولی ما هسته وجود شدم خدا حفظ کنه هر کدوم دمزو اندازه توانی که داره توانایی که داره کار مونه ما دیگه مشکل داشتم مشکل از من ای بود که یک چیز در ذهن از من شور خورده رایی بود او چیز مرا آرام نمیشد او چیز میگود تو یک اور کاری دیگه باید کنی تو یک او کار رکنی که دیگه تعالی را نکده مثلا آقای درویش چی رقم کار؟ علمو درو بگم که ما چی کار را باید کنم اول مشکل خود را حل کنم بیماری خود را دور کنم خدا را پیدا کنم آقای درویش خدا پیدا کردن کستا لازم باید آدم کسا پشت خدا بگشته خوش ما اجازه بدین که ما گپ خود بگم که واقعا ضروری است که ما حتما باید خدا را پیدا کنیم هماره هم نه هماره ضروری باید خدا را پیدا کنیم هم نه وجه ضروری ها یا نه ای بعدا گفتم میشه خیر ما منی 14 سال نتونستم اون مقصدی که ما پس چه بودم مقصد ما حاصل نتونستم دوم مقصد از ما ای بود که ما یک دیگه کام باید بال کنم یک دیگه قدم باید بال کنم کاری که تعالی را شده این کار کافی نیه این برای معاشره کافی نیه علمای از ما که داره ماشاءالله قصد کار مونن برای اصلاح معاشره یا برای معاشره کار قدر هستن در نظر شما پسته همین قصد کار کافی نیست نه بالکل زحمت میکشه قابل قدره باید تقدیر کنید یکی مولا مفتخوره یکی که غلطه باید هر کدوم از بندگان خدا دمزو حد قابلیت استعداد ظرفیتی که داره دمو حدی که توان داره اینا مهنت مونه و هم باید باشه اگر این نباشه که دیگه مکتب اشاره میشیم لیکن ما مقصدیم دیگه چیز است ما میخوایم از این کدام بیشتر باید کار شونه یک از که شده این کمه مثلا چیز بس مگم پیش مور جان ای پیش خیلی گواه پیش ما ای تازه اولی کارا گفته از این زبان فارسی میگه ای صبح صادق مایا شام غریبان درای جناب صبر کو شام غریبان چه مایا انسان خو گفته خداوندی عالم که میگه انسان عجوله نه انسان جلدی داره خو امی عجلت پذیری از ما همی جلدی کردن از ما باعث تباهی از ما شده دیگه یا نه صحیح میگن چرا برای ازی که هر چیز از خود یک تایم داره
هر چیز از خود یک وقت داره. اگر دمازو وقت خوشی شونه، اگر دمازو تایم خوشی شونه، فایده ازو بیشتر از اینکه در غیر تایم خدا غیر وقت خوشونه. اینو من تجربه کردم من زندگی شخصی ذاتی خود تجربه. خیر، حالا من دو مقصد پیدا کردم. یکی این که خدا رو پیدا کنم، خدا گمشده از من یا گمشده عالم است. دومین که یک دیگه گامبال شده. یک از کار که شده، این کار کافی نیه برای معاشره، از اینکه زیادتر کار ضرورت است. اینجا بود که ما در سوژ یک دیگه چیز افتاد. من از طرف و طرف ما شنیده بودم از علما چی یک علم است، یک موضوع علمی، شعبه علمی به نام علم کلام. اگر شما علم کلام را بخوانید، شما بله مقصد خود کامیاب هستید، یعنی شما در خدا میرسید، خدا را پیدا کنید. چی؟ خب مطلب علم کلام را خوانده که آقای درویش خدا پیدا میشه. این برای من تو گفت. ما خواندیم یک سال یک و نیم سال تقریبا ما علم کلام قدیم شد، خواندیم جدید شد. نه تنها ما خدا پیدا نتونستم که گرفتم گم شده ترم شد. خب مطلب علم کلام را خواندین خدا پیدا نشد، نه که از گیرشم گم شده. نه گم اصلا میگی، نه که گم شد، گم خوب بود که یک کرته گم شدن سخت‌تر شد، یعنی را سخت شد. خب مطلب پیدا کردن برایش مزید سخت شد. مزید سخت شد. خدا خیر بده شما رو پیدا کردن، خدا برای ما مزید سخت شد. خیر، ما در فکر از اینکه معلومات داشتم، ولی از معلومات ما در پیش رفتم. ما رفتم طرف نفسیات رو خمو فهمین دیگه. روانشناسی میگه در فارسی، در اردو میگه نفسی. ما طرف نفسیات رفتم. گفتم شاید ما از این طریق نفسیات به خدا برسم. ما نفسیات را همون مقدار که ضرورت از ما بود، ما نفسیات رو خواندم جناب. این نه کتاب شر خواندم، نه درس خواندم. امیت که شما در اسکول میخوانید، در کالج میخوانید، امیت ما درس نفسیات را خواندم. او خاص که برای از ما میسور بود از طریق اینترنت. بسیار خوب. من نفسیات ما خدا پیدا نتونستم، نه تنها پیدا نتونستم که یک کرتا دیگه تمام چیز گفتهش قطعاتی شد. قطعاتی رو خمو فهمید. آقای درویش مطلب گفت مو شد که 14 سال خواندین خدا پیدا نشد، یک سالم گریه کردین که خدا رو پیدا نتونستین. علم کلام را کسا خواندین که خدا پیدا شد، مزید کسا گڑبڑ شد. و نفسیات رم که خواندین مزید پیچیده کار برایش شد. خیر، یک علم دیگه هم هسته که در اینجا هم که هسته. از طریق از این علم هم شما میتونید به خداوند کم نزدیک شونید. چی موگه او را؟ در انگلیزی ساینس موگه، در فارسی موگه علوم تجربی. علوم طبیعی هم شما گفته میتونید. در زبان داری موگه علوم تجربی. من منی ساینس هم انتر شدم. در مو حدی که برای از ما میسور بودم، ما علوم طبیعی هم خواندم اینا را. صحیحه، بسیار زبردست است، بسیار عالیشان علم است، بی نهایت عالی، بسیار به یک رتبه بسیار عالی قرار داره. لیکن بازم شما را نشون دادن میتونه. ساینس هم شما را نشون دادن نمیتونه. اینا بعدا ما میگم که راه ما از کجا باید کشف کنی، از کجا باید حاصل کنی. خیر، از علم کلام ما منتقل شدم به چی؟ از چی؟ علوم تجربی یا طبیعی، علوم مادی که شما میگین، رفتم به تفسیر. یک سال ما تفسیر خواندم، یعنی درس تفسیر خواندم. اونم از دو بهترین استاد، از دو بهترین مفسر که هر دوش امروز زنده، هر دوش هم زنده. یکش تفسیر نوشته که به نام مشکات، یکش تفسیر نوشته که به نام تفسیر تسنیم. تفسیر قرآن. بله تفسیر. چرا قرآن دیگه؟ باید از معنی قرآن خب باید ما خدا را پیدا کنیم. یعنی ما باید راه خداشناسی و راه رسیدن به خدا را از معنی قرآن باید نصیب بشه. یک سال ما تفسیری درس خواندم، یک سال دیگه هم تفسیر عملی گوش کردم. نه نشد. ما که تفسیر خواندم 2 سال، یک سال درس خواندم، یک سال هم عملی تفسیر گوش کردم. او مقصدی را که ما داشتم، ما در اون مقصد، ولی از اون مقصد ما کامیاب شدن نتونستم. یعنی چیزی را که ما پس از او بودم، اون چیز ما را حاصل نشد، نصیب از من نشد. شنیده بودم که او علم دیگه هست غیر از علم کلام و غیر از چی تفسیر فلان ای نامش فلسفه بسیار من دنیا معروف و مشهور است. فلسفه من دنیا واقعا معروفه. ایر ما بعداً باز میگیم کدوم فلسفه. یک فلسفه متعارف داریم، یک فلسفه مثلا واقعی داریم. اینا گبی بعدویه بسیار دیر بعد که ما شما گفتگو کردنی موشیم در این باره دوباره‌شی گفتگو مونی. خیر، ما تمام از اینکه شنیده بودم که فلسفه کفر، فلسفه ضاله، فلسفه نجیسه، فلسفه ای چیزه، تمام از اینا هم در ذهن ما بود. چون ما از علما شنیده بودم، هم از مردم مؤمن شنیده بودم که یعنی مردم از فلسفه یک تعریف خوب در ذهن خود نداشت. خصوصا علما یک تعریف خوب از فلسفه نداشت. وجهش چی بود آقای درویش؟
وجهش او بعدا معلوم میشه که چی بوده. او چشم. این قصه بعدی است. آه. صرف این گفته میتونم برای شما که یک ذهنیتی خوب برای فلسفه در بین مردم نبود. خود من کم و بیشتر داشتم، چون که ما هر معمولا فلاسفه را دیده بودم، کسایی که معروف بودن که فلاسفه را، اینا رو ما بیشتر دیده بودم، اکثری از اینا رو ما دیدم. بیش از اینی که یک مسلمان یک مؤمن خوب باشه، اینا گمراتر بودن. خود چتی خدا بور بوده. بور بود برار. این خوف بود برای از من. ولی مشکلات فلسفه همی است که غرور میاره، تکبر میاره. غرور و تکبر خودش تباهی میاره. فقیری در قدس خود خوب. این بعدا میگم که کدام فلسفه که فقیری داره، من یک بیچارگی داره، دربدری داره، این مثلا از چتی خدا داره، او کدام فلسفه؟ چه کدام بخش فلسفه است که کار مشخصش؟ خیر، یک دوره ای بعد رفتم ادله در اینا دلیل برای اثبات وجود خدا. برهان نظم داره، برهان فلان حدوث داره، برهان چی داره، برهان چی داره. دا 12 دلیل نامن فلسفه آورده برای اثبات وجود خدا. با قول حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، شاید نام شنیده باشید. بالکل. من یک جمله بسیار خوب داره، ولی ما جملهش را الان ما خود نه ترجمه گپ از ما از اون نیه. مطلبش همین میشه، ریزلت و نتیجه مطلب از اون این میشه که خاک بر سری تو و خاک بر سری دلیل تو. خاک بر سری تو و خاک بر سری دلیل تو خدا را اثبات کنی. او در جای شمایه که ادله چی کار منه؟ اینا ادله هستین، چون خودم از اون درو میگه اینا ادله نیست که تو آوردی. چی میگی درو؟ خیر تیر شونه بزی. ادله مطلب دلیل ثبوت. خیر اوایل بودی دلایل از نارز منه نیتو از کجا و کجا اینا را جمع کم قوتی بینایی میرم، همین چیز کمزور کرد نه. سرانجام تمام شد که بود تمام جمع کم چیر کردم پرتاب کردم بدر بخور نکرد. خیر رفتم تا حدی مدت فلسفه و چی دیدم که نه اینجی دی میدان که ما آمدم دی وادی که ما داخل شدم به نام فلسفه، این نه تنها ما خدا را پیدا نمیتونم، بلکه اگر ما از خدا فرض کنید 1 کیلومتر دور هستم، 1 کیلومتر از ما تبدیل میشه به 2 کیلومتر. 2 کیلومتر از خدا دور میشه. نامم نشد، نفسیاتم نشد، از فلسفه هم خدا پیدا نشد. نه پیدا نشد، هیچ چی که درو دور مونه. خیر زد و کن ایسو بیزو او طرف تو خونه و سایت واس. آخر ده یک بنده خدا رسیدم. یک از کتابای علامه طباطبایی کتاب نوشته که به نام رسالت الانسان. رسالت الانسان برای انسان گپ میزنه. انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان بعد از دنیا. کتاب عربیه، شما شوق شده نکنید. و بسیار سخت مثل عربیش. او بنده خدا میره در حد ترجمه کتاب رو ترجمه کرد. این انسان قبل از دنیا و انسان در دنیا از که ما او انسان بعد از دنیاش هنوز ما موافق نشدم بلش. هنوز موافق نشدم، فرصت ندارم. این یک کم حالت از من چینج تبدیل کرد دیگه. تغییرات پیدا شد. مطلب طرف خودش مر نزدیک. یعنی امیدواری من وجودیم پیدا شد که به این گم شده که ما میگردم پشی گم شده رو ما شاید درشی در آسانی بیتنم نزدیک شد. خیر یک دوره بود آمدم بس یک مشکل دیگه پیش آمد. یک از علمای بسیار بزرگ نامشرم نمیگیرم، چون نامش بگیرم خوب نیست. یک از شاگردای از اینا عرفان نظری درس میگه. عرفان نظری برای اول بار گوش میخوره. این عرفان نظری رو ما حدود تقریبا 700-800 کلاس درسی از ما گوش کردم. بعد از مدت هم برای از من ثابت شد که عرفان نظری نبود، عرفان شیطانی بود. الله اکبر. مطلب از ایران که خدا پیدا نشد. خدا پیدا نشد. خود از ما بعدا متوجه شدم که بالکل یک قسم خرافات دیگه. یه چیزایی که تخیلی توهمی چیزایی گفته. خیر بور تا به یک بزرگواری رسیدم. اولین کتابی که ما حقیقتا از فلسفه به عنوان کتاب میخواستم بخوانم بدایت الحکمه مال علامه سید محمد حسین طباطبایی. استادی که برای از کتاب برایم پیدا شد استاد بود. حقیقتا استاد بود. مطلب واپس برگشتین طرف فلسفه. بالکل تازه شروع کردم طرف فلسفه. او ابتدا از من نیت از امی آرتیکل که اینا لیکم نه، ما از طریق از آرتیکلات رو پیش رفتم. این آرتیکل‌ها مرتبه کرد. مقاله ها در انگلیسی میگه آرتیکل. متوجه هستین نه؟ بالکل آقا درویش. وقت اولین کتابی رو که من از فلسفه شروع کردم بدایه مال علامه سید محمد حسین طباطبایی. مثل امزی چی هستن؟ مثل جماعت اول
همین که شما در اسکول جماعت اول میخوانید، بدایه هم جماعت اول فلسفه. خب مطلب شما کسا واپس کستا کلاسی اول خواندن شروع کردین، مطلب حقیقت- د اردو مونږه پیلی آن پیلی، یعنی در حقیقتا ما من فلسفه داخل شدم، برای خواندن فلسفه تیار شدم، یعنی شروع کردم فلسفه رو. او از او پیش هرچی که بود اونا شبیه یک قسم کهانی خوانده بود. اون ارتکالا رو که ما مقالات رو که از ملی نیت اونا رو دانلود میکردیم یا چکار لیکایی میکردیم، بعد اونا رو توق میکردیم میخواندم، اونا یک قسم کهانی خوانده بود. اصلا درس تازه شروع کردم ما. خیر استادی که نصیب شد، استاد بسیار زبردست استادم بود، شاگردای یک شخصیتی بسیار با عظمت بزرگواران علامه حسن زاده آمولی. آغاز خوشبختی از من رو خداوند زنجی تقدیر کرده بود. خیر دیگه چی شده چی نشده دیگه ما حرف زدن نیست. صرف یک جمله میگم، دیگه جمله باشه انشالله، دیگه هر چی که ما گفتنی برای بعد از این. صرف یک جمله میگم ای که ما به این نتیجه رسیدم سرانجام که اونی که گم شده نظام هستی هست خدا نیست. کی هست بس؟ انسان. اونی که گم شده نظام هستی و انسان، نه خدا. خدا گم نیه، خدا هست، خدا گم شده نیه. و اونی که گم شده این انسان هم باز، همین انسان که خود از انسان گم شده نظام هستی ها، گم شده عالم ها، گم شده کائنات ها، این باز خود از یک در گم شده داره. گم شده از چیه؟ انسانیت. یا آخر ما 100% ما بلی از این چیز رسیدم و یقین کردم که ما در او دنبال خدا میگردم، در او ما غلط رو پیش گرفتم، ما در ای غلط در او مرم، ما باید خود رو پیدا کنم. و ما گم شده دارم، گم شده از ما چی؟ انسانیت. ما انسانیت رو باید پیدا کنم. السلام علیکم.